خب گایز خیلی خوش اومده به اولین ویدیوی گیممون و اینکه خیلی زفتن به اولین ویدیو این گیممون. بچه ما اومدیم سراغ بازی شبیه ساز وزیر امور خارجه. ولی بچه ها لطفا قبل از شروع کانال من را دنبال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت هم برام بذارید، زنگوله فعال کنید که آپارات یا یوتیوب. بچه من یک کانال یوتیوب هم دارم، تو یوتیوب پارسا ایکس گنگ، تو آپارات پارسا ایکس پلی. دنبال کنید دیگه بچه، عشقید بچه. اون لایک کردن ویدیو، کامنت گذاشتن برام یا هر چیزی دیگه، هر چیزی که باعث حمایت من میشه فعال کنید. به خدا وقتتون نمیگیره، به خدا هیچ وقتی ازتون نمیگیره، ولی باعث حمایت من میشه. ببینیم سراغ ویدیو دیگه، وقتتون رو بیشتر از این نگیرم. بچه اگه بخوام خلاصه ی بازی بهتون بگم، ما در اصل یه وزیر امور خارجه باید بشیم فکر کنم، که باید کلا بچرخونیم دیگه، یک کشور رو بچرخونیم و اینا دیگه، با کشورهای دیگه ارتباط بگیریم. خیلی بازیش خفنه. امروز وزیر امور خارجه معرفی خواهد شد. گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد که وزیر امروز با معرفی وزیر پیشنهادی این گمانه‌زنی‌ها پایان خواهد یافت. حزبمون چی باشه؟ حزب جمهوری اسلامی ایران داشتمون انتخاب میکنیم. گزینه پیشنهادی برای وزارت امور خارجه مشخص شد. بچه بازم نمیگم، یوتیوب پارسا ایکس گنگ، آپارات پارسا ایکس پلی، لایک، کامنت، دنبال کردن فراموش نمیشه. بچه لطفا منو حمایت کنید که بتونم پیسی بگم، ما هم بازی پیسی هم بریم. بچه اول این چند تا بازی موبایلی میریم، بعدش بریم بازی PS4 و من بچه پیسی هم باید شما حمایت هم کنید. بچه هم از یوتیوب ویدیو میذارم، هم تو آپارات. خب لطفا هر دو تاشو منو دنبال کنید بچه. لطفا بچه من نیاز به حمایت شما دارم، لطفا منو دنبال کنید. وقتتون رو بیشتر از این نگیرم، بریم سراغ ادامه ویدیو. وزیر پیشنهادی به مجلس می رود. وی برنامه‌های خود را امروز در میان نمایندگان مطرح خواهد. باید منتظر باشیم تا مشخص شود نمایندگان رأی اعتماد به ایشان خواهند داد یا خیر. باید بدن، اینجا بولدیه. تقویت همکاری با همسایگان درباره گسترش روابط بین الملل چه برنامه‌ای دارید؟ خب ببین داداش، گسترش روابط با کشورهای اروپایی، آمریکا و آلمان و فرانسه برای برجام چه برنامه دارید؟ بعد از اولین برجام دنبال برجام دوم هستیم دوستان. ولی بازیش بچه خیلی خفنه. من یعنی یکم از یک تیکای ویدیو شدن خدای خوشم اومد. خفن. شما چه روی کردی در انتخاب سفر خواهید داشت؟ اولویت من دانش افراد داشت، دانش افراد. ماشاءالله. آره موافق، بره بالا. روش 100 دیگه من وزیر امور خارجه شدم. ببین 100 و بچه این بازی پارتای بیشتری هم خواهد داشت، چون که بچه واقعا آپلود کردن ویدیو در آپارات خیلی زمان میبره، بچه و ولی تو یوتیوب اونجوری نیستش. من به خاطر که تو آپلود کنم هم تو یوتیوب، به فکر آپارات هستم. بچه لطفا هم من تو آپارات رو بکنم تو یوتیوب. ببخشید انقدر میگم، ولی واقعا بچه نیاز به حمایت شما دارم، واقعا حمایت کنید منو. امروز وزیر پیشنهادی طرحهای خود را اعلام کرد. پس از صحبت موافقین و مخالفین رأیگیری انجام شد. درست؟ مجلس به وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه رأی اعتماد. مجلس دیوونه که به من رأی اعتماد داده. ببین کشور رو به هم میریزم. نه شوخی کردم. ما درستش میکنم این کشور رو. ایشان فعالیت خود را آغاز خواهد. چشمان یک ملت به ایشان است. وای به حال ملت داداش، وای به حال ملت. روزهای اخیر افغانستان با روی کار آمدن طالبان دچار تغییرات اساسی شده است. چه تغییراتی؟ گفتگوی ویژه خبری امشب میزبان وزیر امور خارجه خواهد بود. موضوع بحث رویکرد وزارت امور خارجه نسبت به موضوع طالبان است. تحلیل شما نسبت به آینده افغانستان چیه؟ بچه‌ها یکی از قسمت‌های اسکوید گیم تو یوتیوب هم آپلود کردم، برید اون رو ببینید. خیلی مشتی هستید با مرام. و اینکه بچه من یکم چیز کردم، کیفیتشو بردم بالا که شما با عزیزان دل، عشق،
محبت مشتی با کیفیت بالاتر ببینید. ببین من میخوام ارتباطمون رو با افغانستان نمیدونم بچه ها، البته شما که من نمیدید به نظرتون رابطه با افغانستان خوب کنم یا بد؟ بذار خوب کنم دیگه. افغانستان به درد من چرا در نمیخوره شهرهای ولی مختلف مردم در مقابل طالبان مقاومت نکردند؟ من چه بگمش بگی من تو افغانستانم. به خدا اینو میگم. چرا ایران با طالبان وارد مذاکره شد؟ اصلا طالبان داداش چیزه، اصلا کشوره که میگم کشور شهره، نمیدونم اصلا طالبان چی هست اصلا. همسایگی با افغانستان به تحویلش بگیرن. اساساً ما طالبان رو به چه عنوان باید بشناسیم؟ بلش کن. آخه باشه خدا به تشکر همه اینا علکی ها 20% خوب شد دیگه. بازار با واردات میوه مدتیه به آرامش خوبی رسیده، اما با توجه به گزارشات مصرف میوه بیش از سال گذشته بوده و منابع فعلی میوه ممکنه پاسخگو نباشن. بیا دوباره با کشورهایی که میوه دارن وارد مذاکره بشیم و به مقدار کافی میوه وارد کنیم. چون مردم میوه دوست دارن. بچه این مقبولیتمونه که 54% الان مردم یعنی به ما اعتماد دارن و خوبن اینجور چیزا. و بریم ببینیم چند تا بعد میوه وارد کشور کنیم. 4 تا. اوکی میدیم. منابعم چیه؟ الکترونیکی و زعفران داریم. زعفران ما میگیم زعفران. سفرا. خب نقشه بچه 7 دقیقه ویدیو شد. وای خدا من آپارات الان چیز میشه. خدا آپارات بچه نمیدونست که چقدر زمان ببره ویدیو میکنم. بچه بذار به خدا 2 تا مرحله برم از این ویدیو رو من قطع کنم. آپارات به خدا دهن آدم رو قشنگ سرویس میکنه تا بتونم این ویدیو رو آپلود کنم. بچه چند من خب افغانستان یا ترکیه؟ افغانستان با رابطمون خوب شده باشه. خب ببین داداش 4 تا میوه بده، 3 تا زعفرون بهت میدم و 2 تا الکترونیکی. خیلی خوب میشه اگه قبول بشه. آره قبول کن دیگه. قبول نمی‌کنی؟ 2 تا میوه بده، 2 تا زعفرون بگیر. اگه عاقل باشن قبول نمیکنن. خدا وکیلی قبول نمیکنن. این پیشنهاد خیلی عجیبه. امیدوارم آبرومون با این پیشنهاد نره. خوبه ولی اونا قبول نمیکنن. به نظرم بد نیست. به نظرش بدی نداشت. به نظرش آره نداشت. بچه برای هر دو طرف اتفاق خوبیه. الله 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 خدا رو شکر. خوبه مقبولیتمون رفت بالا. نایس المبون. 5 تا ستاره گرفتم لعنتی. 5 تا ستاره. بله بحران میوه نداریم دیگه بچه ها. خدا به سر شاهده.
اینو برم دیگه خوارتو کنم. 10 دقیقه است دارم ویدیو رو. مجمع عمومی سازمان ملل در حال آماده سازی یک قطعنامه علیه روسیه است. امروز نشستی در سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع برگزار. نماینده ایران نظر ارزش روسیه متهم به دستکشی در اوکراین است و باید هر چه زودتر نیروی خود از اوکراین خارج کنند. موافقین؟ فکر کنم اگه بشه موافقه بزنم با آمریکا و اینجور چیزا رابطه‌ام بره بالا. بذار موافقه بزنم. دیدی گفتم رابطه‌ام با آمریکا میره بالا ولی رابطه‌ام با روسیه بد اومد پایین. رابطه‌ام با کره شمالی که اصلا برای من مهم نیست. فقط روسیه برام مهم بود که حالا بعداً باش اوکی میشیم. اصلا داشت کره شمالی نظر تو برام اصلا مهم نبود. والا هر وقت من با تو وارد معامله شدم با من فقط یه وای میاد ماشاءالله وارد پولتون به هیچ درد نمیخوره. خدا رو شکر بزنم به تخته. تولید گندم در دنیا کاهش یافته. کم آبی و حمله آفات دلیل اصلی اونه. الان بعد گندمم میارم. رو چشم و چراغم. آمی جون، آمی داداش، آمی 6 تا به نفت میدم، 5 تا به گاز میدم، تو من 7 تا گندم بده. من بودم جواب این پیشنهاد رو نمیدادم. منطقیه، کاملا منطقی. من میخواستم بکنم تو پاچه آمریکا ولی خب داداش دیگه واقعا دیگه این باید آمی جون، آمی چه پیشنهاد خوبی دادی؟ میبینی داداش؟ اینه دیگه 3 تا گندم الان سریع باید اوکی میکنم. من بودم جواب این پیشنهاد رو نمیدادم. تو که فقط داری ما رو تحقیر میکنی. یعنی بجز تحقیر کردن هیچ کار دیگه چه پیشنهاد خوبی دادی؟ دیگه داداش من پیشنهاد خوب ندم کی بده؟ اینو به من بگو. برای ما خوشبینانه است ولی امکان نداره قبول کنم. 5 تا نفت دادم تازه. ناراحت نشو 3 تا ریالم بهت میدم. 6 تا نفت. برای متوسطم برای ما خوبه دیگه. به نظرت جوابش چیه؟ ببین سوریه با ما خوبه نه؟ خب قدرش نبود. میبینی گفتم ای بابا آمی 4 تا بهت نفت میدم یه دونه گندم. فوق‌العاده. آمی شرمنده ولی باید یکم وام جر و بست و اینجور چیزا کن. من 3 تا نفت ازت میگیرم. دکتر درش بده. خب تازه اوکی شد. تازه افتاد روند. خب بچه ها اینو دیگه رفتیم. الان ویدیو رو من براتون متاسفانه قطع میکنم. خیلی دوست دارم با شما عزیزان ویدیو بگیرم ولی خب به دلیل بعضی از سختگیری های عزیز در دلم قربون شما آپارات برای بچه آپارات اگه طول میکشه ویدیوش آپلود شه ولی خیلی سایت خوبیه. خدا وکیلی خیلی خوبه. من از آپارات کاملا راضیم. یوتیوب هم که واقعا خوبه دیگه. جای دیگه صحبت نداره. خودتونم همش با یوتیوب سرکار دارید دیگه. بنا دیالی مقبولیتم چقدر بالا خوبه. خب گایز خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودیم. چند تا ویدیو گرفتم تا صدا رو گرفتم 5 تا. خب بذار من بیام بیرون. خب گایز خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً زیر این ویدیو
بگید که چه گیمی بریم بچه. نگران نباشه پارت دومش هم خیلی زود براتون میذارم. همتون عشقید. تا درودی دیگر، بدرود.